سلام رفقا، چطورین؟ امیدوارم عالی باشین. آقا خوش اومدیم به ویدیو جدید. بعد مدت ها ویدیو گذاشتم، باز تکی هم که گذاشتم، ولی خب دیگه بدون صدا بودن اونا. آقا اتچمنت اسنایپر که دادم بهتون، حالا صدا ضبط کرده بودم ولی متاسفانه به مشکل خوردم، صدا باگ خورده بود، ضبط نشده بود. حالا بریم آقا، بریم یکی دو مچ رنگ پلی بدیم ببینیم اوضاع از چه قراره. اگه گوشیم لگ نزنه دو مچ، اگه لگ بزنه مجبورم یه مچ بیشتر پلی ندم. بریم دیگه، بریم رفقا. کنین اینجوری میایم. بعدن الان اومدم رو اکانت اصلیم، گفتم یا میخوام رو این اکانت براتون پلی بدم ببینیم چی به چیه. خب آخ الکی مردم، الکی واقعا الکی مردم. یه اینجوری میگیریم اونو میزنیم، خب یه اینجوری میگیریم اینو. حاجی من لگ خیلی نتم بده، من واقعا نتم بده، یهویی داره تیراشون رو میجستر میشه حاجی. حالا اچ هم چیدم، بریم تست کنیم یا اتچی که چیدم به درد میخوره یا نه. خب اوک، وای میستیم همینجا. بودو وا بابا من خیلی لگم. شیت حاجی، واقعا گوشیم داره لگ میزنه، بعد جورم لگ میزنه حاجی. چه وان شات تمیزی کرد اتچ، عجب وان شاتیه حاجی، بنازم. اتچم رفقا مال دو سه سیزن پیش خودمه، این اتچو چیدم، ولی خب مال تازگی ها نیستش و عجیبه برام که اینقدر خفن داره وان شات میزنه. بریم چون یارام رفتن دارن سیو میگیرن احتمالا. دیدین گفتم دیگه اینا رو مثلا یه کال آف پلیر بعد یه کمی پلی دادن، اینا رو اگه یاد نداشته باشه یعنی هیچی بارش نیستش، یعنی صفر دیگه. خدا شکر ما یادمون بود صفر نیستی. اوکی وای بابا این الکی داره منو میزنه حاجی. جدا بد مردم، الکی مردم، این واقعا منو فشاری کرد. بذارین کلاس بکشم فشارمو خالی کنم. به یکی دیگه. اوکی به خب اش میکنین داداشتون چجوری اچس میزنه یا نه؟ آقا بگیم ببینم با اچ زنی داداشتون اش میکنین یا نه؟ خیلی خب، به لطف یارامون وین شد، وین که نصف اولش وین شد. خب بریم. به یکم حالا اسنایپ بزنیم. اچسی که واقعا اتچش خوبه، بهتون اتچو میدم، من حال کردم باش. و لگم دیگه رفقا هستش دیگه، دارم ویدیو ضبط میکنم اونم با صدای خودم، منظورا عادیه لگ. حالا این حد عادی سه شکل عجیب غریب هم هست، یه لگ نباشه غیر عادی میشه.
به آقا. بعد رفقام دکمه سینک ADS آن کردم. یه حرکتی هستش، یه قضیه که داره سینک ADS، حالا بهتون نشون میدم. حالا من نگاه ایم میگم کمی دورتر نشون میده، ولی رو ایم هم تاثیر گذاشته واقعا به نظر خودم که احساس میکنم رو ایم هم تاثیر گذاشته، بهتر شده. حالا اینا شاید هم یه فکر الکیه، فکر خیال الکیه، ولی خب دیگه. حالا نمیدونم واقعا گوشیم داره لگ میده. من رفقا وقتی ویدیو بدون صحبت خودم میگیرم آقا چیز میکنم، پنکه روشن میکنم که داغ نکنه. من همونجا عادی واسه خودم پلی میدم پنکه روشن، اما زمانی که میخوام ویدیو بگیرم مجبورم پنکه رو خاموش کنم. خاموش کردن پنکه باعث میشه گوشیم لگ بگیره، خیلی شدید داغ کنه، لگ بگیره، چون ضعیف آقا، گوشیم ضعیفه نمیکشه. و خیلیاتون گفتین که صحبت کن ویدیو خشکه و اینا، این خب نمیشه رفقا. جک 12 من بدترین حالت هم باشم جک 12 نمیکشه. الان نگاه کنین تیر زدم نخورد، لگ خالصم، واسه همین دیگه حالا رفقا مجبورم واسه همین پنکه رو روشن میکنم. حالا دیگه اگه صدا زیاد کرد من کار نمیتونم بکنم، مجبورین، چون نویز میداده، چون تت میکنه صداش. الان فکر کنم معلوم باشه تو ویدیو، ایشالله که معلوم نباشه. حالا خب دیگه بعدن آره دیگه رفقا، بعدن نگاه کنین الان تیرای من ریجستر نمیشه، لگ خالصم. اینا همش به خاطر همین چیز لعنتیه، همین صحبت کردنمه. من اگه صحبت نکنم اینقدر لگ نمیگیرم. ولی خب دیگه چیکار کنم، این رفقایی دارم که ازم خواستن صحبت کنم باشون، پس باید انجام بدم دیگه خواستشونو. خب دیگه حالا ما میریم اینجا اینو میگیریم، کسی نیاد. ناکنیم الان یه مقداری بهتر شد، دلیلش همونه. واقعا رفقا پنکه تاثیر داره. من الان چون نمیتونم، چون ندارم چیز منظورم، چون چیه فن خنک کننده ندارم، اسمشو یادم رفت، قولیه. چون فن خنک کننده ندارم مجبورم که اینجور مجبورم از اینجور چیزا استفاده کنم، از پنکه و چیزا اینجوری استفاده کنم. خب آره دیگه. بعدا اینجا بمیر پدر سگ، وای سر 2 تا دونه بابا، این گوشی من داغ میکنه. خب من فشار بخورم حتما بابا، لعنت بهتون، به شما نه، به این یارام و اونا میگم، باید فشار بخورم. خب من حتما گوشیم بابا نمیکشه. واقعا یه تیکه گوشیم لگ گرفت نذاش پلی بدم، وگرنه نمیذاشتم انمیامون الکی ما رو ببرن. شرمندتونم من. و باز هم دامینیشن شد که حداقل نوکتاون انتخاب کنین. خب آها حالا رفقا آره دیگه، چی بگم دیگه، لگ آجی حداقل یکم گوشیم یخ کنه بتونم یکم خوب پلی بدم، ویدیو الکی نذارم، یه چیزی داشته باشه، محتوایی داشته باشه ویدیویی که میذارم حداقل. آجی بریم ایشالله که لگم بهتر میشه. این مچ لگ نمیزنم رفقا. دلیل این که من ویدیو بدون صحبت میذارم همینه که دیگه در این حد لگ نمیگیره گوشیم، یکم کمتر لگ میگیره. نمیگم نمیگیره چون دروغه، ولی کمتره. به هر حال حسی که خودم دارم اینه که کمتر لگ میگیره گوشیم. آقا نگاه کن الان چقدر الکی زارتی منو میزنن، نمیتونم پلی بدم. عملا من الان یه باتم که تازه کالافو نصب کرده.
اوکی بعد زد. آقا این دیلم بهتون اتچمنتشو فکرم دادم دیگه. حالا این دیلر هم میذارم اتچشو چون خوبه، چون این واقعا خوبه. این واقعا یه دیل خفنیه که حالا اگه گوشیتون مثل من لگ نزنه و پلیر خوبی باشین میتونین باهاش حرکت خفنی به انجام بدین بزنین. باید 2 تا شرط داره، این که گوشیتون مثل سگ لگ نده، همش در حال لگ نباشه گوشیتون، و اسنایپر هم باشین. همین 2 تا چیزو داشتین یعنی این که با این اسنایپ جر میدین. حاجی دارم مثل نوب سگا پلی میدم، یه دونه از تیرام حتی خب ایمم خرابه، ولی خب شاید شما واسه فکر کنید دیگه من لگم کامل برطرف شد، ولی نه اینجوری نیستش رفقا، واقعا اینجوری نیست. نه اینکه بخوام خودمو چیز کنم بگم نه من هنوز لگ دارم، واقعا رفقا چیز با شما میبینین با واقعیت فرق داره. چیزی که شما تو ویدیو میبینین خیلی فرق داره. من هنوزم لگم رو ایمم تاثیر میذاره. ایمم که الان میبینین هی ضعیف میشه به خاطر لگم هست، هم به خاطر لگ هم به خاطر نوب بودن داشتونه. حاجی این چه علکی میره وای میسه یه گوشه ما رو میزنه، تو نگاه مسخره بازیه به قرآن. اوکی آقا چند تا شوت خوشگلم زدم به عشق خودتون دیگه، چند تا کیل حداقل زدم آقا. شوت خوشگلم نبود اصلا، کیل زدم، مهم اینه میرسم بزنم کیلو با لگ و همه چی. دارم تو مودی که مخصوص گانو شاتگانه اسنایپ میزنم، اونم چه اسنایپی. حالا اگه خدای کالاف من نیستم پس نه دیگه اون دیگه زر زیادیه، خیلی ها هستن من خفن ترم. نمیخوام بگم به خاطر دیوایسشون ولی به همه حالت من خفن ترم، واقعا خیلی خفن ترم. بس زر نمیزنم و به استاب زدم ادامه میدم. 24 تا کیل زده بودم آجی. بابا آقا این اتچمنت دیلر هم دارم باش حال میکنم رو اون اکم با این دیلر اصلا حال نمیکنم، ولی روی این اکانت واقعا دارم باش حال میکنم. چون ایم من بهتر شده واقعا حال میده دیل بازی. حاجی نوکو گرفتم، نوکو لانچ میکنیم آقا با اسنایپ. نوک گرفتم اون همه کیل من چه قبل داده بودم، 4-5 تا مونده بود. من 16-15 تا مچ پیش داده بودم، یه 4-5 تا مونده بود، اونا هم دیگه این مچ که نه راند میشه گفت دیگه. این راند زدم و تمام با اسنایپ دی ال با گوشی که لگه نوک گرفتم. بابا برین عشق کنین دیگه رفقا، به عشق خودتون. ببین ما میتونیم دومین نوک هم بگیریم یا نه دیگه. دومین نوک واقعا سخته گرفتنش. اوکی اسپان عوض شد. آخ حاجی بد زد دیگه، بد زد دیگه. بریم هنوزم فرصت هستش. حاجی این داره چه جوری میزنه بابا، وای بابا من موندم دیگه، این چه وضعشه. یارم داره زار تو زار فقط ما رو میزنه.
حاجی اینو نگاه کن چقدر الکی داره با تایپ 19 میزنه. تیراش خیلی یهویی عجیب غریب رو من رجستر میشه. آقا رفقای گل عشقای داشت امیر. حالا باز خیلی هم نتونستم براتون اسنایپ بزنم ولی دیگه شاتای خفن منظور نزدم دیگه. حمایت کنین آقا واقعا. اگه ببینم خوشتون میاد حالا دیگه درست لگ میده گوشیم اذیت میشم ولی بازم با صدا براتون ویدیو میگیرم. حالا درست الان بازم دو قطبی تک قطبی هم چی میگن تک بعدی هم نمیتونم همزمان هم حرف بزنم هم کار انجام بدم ولی خب دیگه بازم از این که هیچ حرفی نزنم بهتره به نظرم که. واجی چند تا شوت بک تو بک هم خفن زدم و اینا رو. آخ حاجی نگاه کن ایمم روش بود دکمه تیرم زدم دیگه دیر بود نخورد. اوکی گرفتم با اسنایپ عجیب بود. آقا عشق کنین دیگه. اگه خوشتون اومد حمایت کنین لایک کامنت ساب یادتون نره رفقا عشق منین دیگه. چی بگم دیگه. بعد تا ویدیو بعدم خدا نگهدارتون. فقط قبل اینکه خدا نگهدار بگم بیان آقا این HS اتچمنتشو داشته باشین. اینم از DL رنک DL من 3900. اوکی خیلی خوب رفقا. فقط راستی اینم بهتون میخواستم یهشون بدم خوب بود یادم اومد این چند تا نکته رو بهتون بگم. آقا داخل بیسیکتون بیاین پایین تا برسیم به یک دکمه که واسه خیلی آف سینک ADS FOV تو اسکوپ زوم اینو آن کنین. فقط بزنین رو آن تمام. واسه من که بهتر بوده اینا واسه شما بهتر بوده باشه. آقا عشق منین تا ویدیو بعدی گود بای خدافظ.